بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت به او سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد، در آن میوه های گوناگون و درخت خرمای شگوفه‌دار است. در آن خوشه های است که دانه آن کاه دارد، یعنی دانه به وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه پوشانیده، و نیز بوته های ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید و جن را از شعله از آتش آفرید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو دریا را در هم آمیخت طوری که با هم ملاقی می شوند. در بین آنها حائل قرار دارد که به هم تجاوز نمی کنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مروارید و مرجان از میان آن دو بیرون می آید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان و از آن اوست کشتی های کوه پیکری ایجاد شده در بحر. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هر که بر روی زمین است فنا شدنی است و تنها ذات پروردگار تو که صاحب جلال و عظمت است باقی میماند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هر که در آسمان ها و زمین است از او حاجات خود را می جوید. او هر روز در شأن است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بزودی به حساب اعمال شما می پردازیم ای دو ثقیل جن و انس. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز گذر کردن نمی توانید مگر به نیرویی که از جانب خداوند ارزانی گردد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. شعله های صاف از آتش و دود متراکم بر شما فرستاده می شود، پس از خود دفاع کردن نمی توانید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنگامی که آسمان شکافته شود و با یک بارگی مانند چرم سرخی شود، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. در آن روز نه انس و نه هم جن از هیچ کدام از گناهش پرسیده نمی شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. زیرا مجرمان از سیمایشان شناخته می شوند، پس به موی پیشانی و پای خود گرفته می شوند.
پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. این همان دوزخی است که مجرمان از آن انکار می کردند. میان آن آتش و میان آب جوشان در رفت و آمدند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. و برای کسی که از مقام پروردگارش ترسیده است دو بهشت است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دارای شاخه های انبوه اند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آنها دو چشمه جریان دارد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آن دو از هر میوه دو جوره است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بر فرش هایی که از های آنها از حریر است تکیه زننده اند و میوه های رسیده آن دو باغ به آسانی در دسترس می باشد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آن بهشت ها زنانی اند که نگاه هایشان را از دیدن بیگانه باز داشته اند و پیش از بهشتیان هیچ انس و جن ایشان را مس نکرده اند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گوی ایشان یاقوت و مرجانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی دیگری شده می تواند؟ پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء
و جز این دو بهشت دیگر است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. باغستان‌های سرسبز سیه مست. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آنها دو چشمه فوران کننده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فيهما فاكهة